الان بچه‌ها یک کیک خیلی لاکچری و عالی و منحصر به فرد براتون درست کردم که رسیپیشو هر جایی پیدا نمی‌کنید. باید بگم اگه دنبال یک کیک معمولی هستی این رسیپی اصلا به دردت نمیخوره. این کیک بافت ابریشمی و لطیفی داره که میتونید طبق نکاتی که توی کپشنم براتون توضیح دادم رسیپیشو شخصی سازی کنید. خب برای اینکه دو رنگ بشه خب اول باید یک کرم شکلاتی درست کنیم. تمام مواد کرم شکلاتیشو میذاریم روی حرارت، هم میزنیم تا شکلاتش آب بشه. بعد خمیر کیک رو درست میکنیم. برخلاف تمام دستورایی که تا حالا دیدید با هم زدن آرد و شکر شروع کردم. وقتی که کاملا ترکیب شد کره حیوانی رو اضافه کردم و هم زدم تا اینجوری حالت کراملی پیدا کرد. و بعدم کره دلخواهتون که میتونه لوتوس، کره بادوم زمینی، نوتلا یا هر کره آجیلی که دوست دارین باشه هم بزنید و بعد شیر و تخم مرغ و وانی رو که ترکیب کردیم بهش اضافه کنید. اول با دور کند همش بزنید. یکم که ترکیب شد یکم دورش رو تندتر کنید و بعدم با متوسط رو به بالا 2 دقیقه کامل هم بزنید تا اینجوری یه دست بشه، روشن بشه و سبک بشه. حالا خمیر رو نصف کنید. نصفش که باید همونجوری ساده باشه، نصفش هم با همون کرم شکلاتی ترکیب کنید. قالبتونم بچه‌ها حتما باید قالب باند کیک باشه، اینجوری حالت میان توهی داشته باشه. چون بافت منسجمی داره اگه حالت میان توهی داشته باشه خوب میپزه، خیلی خوب میپزه. با یه سیخ چوبی یا مثل من با پشت چنگال اینجوری حالت ماربل بهش بدیم و بپزینش. پختنش هم قلقای خاصی داره. حالا من توی کپشن براتون دقیقا نوشتم که باید چی کار بکنید. فقط اینجا بافتش رو ببینید.